داشتم پیاممو زیر و رو می کردم که به یه عکس رسیدم. یه آقایی یه توییت زده بود که آدم دوزاریه. 200-300 تومن، بعضی وقتا 500 میلیون پیش تأمین کننده و این پیمونکارا بدهکاری. طرف روش نمیشه زنگ بزنه بگه این طلب ما رو بیار. دیشب یه راننده وانت واسم بار آورده، بهش گفتم صبح با تصویر میکنم. سر 200,000 تومن گوشی منو سوراخ کرد. از دیشب تا صبح بالای 35 بار با هم تماس گرفتم. این متنی بود که این شخص نوشته بود و در فضای مجازی اون رو نشر داده بود. متاسفانه در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که ضعف ادبیات به شدت داره نمود پیدا می‌کنه. ما هنوز با معنای واژگان آشنا نیستیم. هنوز نمی‌دونیم چه واژه‌ای رو برای چه کسی، برای چه اتفاقی می‌تونیم استفاده کنیم یا استفاده نکنیم. ما هنوز ضعف ادبیات داریم. ما هنوز واژگان رو نشناختیم. ما هنوز هیچ اقدامی برای سوادمون، برای شخصیتمون انجام ندادیم. یه تریبون مجازی در اختیار خودمون قرار دادیم و هر چیزی که توی ذهنمون هست رو داریم به زبون میاریم. هر اتفاقی که داره برامون میفته فکر میکنیم فیلسوفانه میتونیم در رابطه با اون صحبت کنیم. این یکی از گزندهای بزرگ فضای مجازیه که تونسته تا الان ما رو توی گل فرو ببره. اون شخصی که یا اون فردی که از صبح تا شب داره جون میکنه، داره عرق میریزه، داره کار میکنه برای خودش، برای اطرافیانش پول در بیاره تا بتونه حداقل زندگی رو واسه خودش فراهم کنه، مستحق این نیست که ما بیایم در رابطه باهاش اینجوری صحبت کنیم که تشخیص بدیم اون فرد دوزاری هست یا خیر. توی جهان اکنون، توی دنیای وانفسای امروزی زندگی به شدت سخته، به شدت سخت و نفس گیره. امیدوارم که بتونیم آگاهیمون رو بالا ببریم و هر چیزی که توی ذهنمون هست رو به زبون نیاریم.